ما در نوار امروزه پارچه‌هایی را از سخنرانی و کتاب‌های افراد بسیار موفق جهان آماده نمودیم که پیشکش شما عزیزان می‌گردانیم. از پیشنهاد این سخنها باوری کامل داریم که برای رسیدن به موفقیت و برای زندگی شاد و برای رسیدن به هدفهایتان به شما کمک خواهند کرد. هرگز تسلیم نشوید. امروز سخت است و فردا سخت‌تر، اما پس فردا روزی روشن برایتان خواهد بود. برای چیزی که 5 سال دیگر ارزش ندارد بیشتر از 5 دقیقه غصه نخور. هیچ وقت اجازه ندهید که کسی برایتان بگوید که نمیتوانید این کار را انجام دهید. اگر برایتان گفتند نمیتوانی کاری را انجام دهی، فقط برایشان بخندید. بعداً میفهمند که چرا برایشان خندیده اید. آرزوهایت را تعریف نکن، نشانشان ده. بزرگترین ریسک این ریسک نکردن است. در این دنیا که به سرعت تغییر میکند، تنها استراتژی که شکست را تنظیم میکند ریسک نکردن است. اگر جاده را پیدا کردید که هجمانی در آن نبود، به احتمال زیاد آن جاده به جای نمیرسد. وقتی که واقعاً برایت اهمیت نداشته باشد که دیگران در موردت چطور فکر میکنند، به یک دریچه از آزادی میرسی که بعداً میتوانی به هر موفقیت دست پیدا کنی. موفقیت هایی که نصیب افراد صبور میشوند همانهایی هستند که توسط افراد شتابکار رها شده‌اند. اگر میخواهید خوابهایتان تعبیر شوند، اول باید بیدار شوید. آنها با آرزوهای تو میخندند تا زمانی که بتوانی از آرزوهایت پول در بیاوری. هیچ وقت برای چیزهایی که میتوانی خودت به دست بیاری از کسی خواهش نکن. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه یک اشتباه را دوباره تکرار نکنیم. وقتی میخواهید موفقیت خود را ارزیابی کنید، ببینید چه چیزی را از دست دادید که این را به دست آوردید. وقتی چیزی را از دست میدهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید. آدم‌های موفق همیشه به دنبال فرصت‌های برای کمک به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه میپرسند این کار چه فایده برای من دارد؟ فراموش نکنید برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روز بد را نیز گذرانید. وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمیشوی. وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچ وقت زمان پیدا نمیکنی. و وقتی دائم بگویی فردا انجامش میدهم، آن فردا هیچ وقت نخواهد آمد. ما راه رفتن را در زمین افتادن می آموزیم. اگر هرگز در زمین نافتادید، هیچ وقت قادر به راه رفتن نخواهید بود. آنچه که انجام میدهی بسیار تاثیرگذار است از آنچه که میگویی. با رویاهایت بخواب و با هدفهایت از خواب بیدار شو. سختی ها و دشواری ها برای این نیستند که شما را باز دارند، بلکه سختی ها وجود دارند تا شما را آماده کنند و رشد و پیشرفت کنید. هیچ کس باورت نمی کند تا زمانی که انجامش دهی. شما هیچ وقت نمی فهمید چقدر قوی هستید تا زمانی که قوی بودن تنها راه شما باشد. برای شروع کار نباید عالی باشد، اما برای عالی بودن باید حتما شروع کرد. شما به خاطر اینکه پول ندارید فقیر نیستید، بلکه اگر آرزویی نداشته باشید فقیر هستید. این چند سخنرانی کوتاه و پرمضمون بود که ما از کتاب‌های علاهیده و سخنرانی‌های افراد موفق آماده و پیشکش شما کردیم. باوری داریم که این سخنان برای شما پسند افتاده باشند. با دیگر نوارهای مرکز خرد بمانید.